سلام، اینجا ترک تیوبه. توی این ویدیو قراره یاد بگیریم که اولین جملات پرسشیمون رو به زبان ترکی استانبولی بسازیم. چجوری؟ فقط با 3 کلمه پرسشی: نه، کیم و نرسی. هر کدوم اینا الان جلوتر بهت یاد میدم که برای پرسیدن راجع به چیا استفاده میشه. فقط بهم قول بده که به جملاتی که توی ویدیو میگم بسنده نکنی و خودت هم اطرافت بگردی و مثال بزنی و تمرین کنی. اگه موافقی یا قول میدی بریم جلو. مرسی، بریم که شروع کنیم. اولین جمله پرسشیمون راجع به اشیا هست. جمله پرسشیمون چیه؟ بونه. همینقدر کوتاه ولی میتونیم میلیون ها تا جمله بسازیم و راجع به اشیاء مختلف سوال بپرسیم. بونه به معنای این چیه؟ خب بریم مثال ببینیم. بونه سوال میکنیم و جواب میدیم بو کتاب. بو کتاب، این کتابه. مثال بعدی بونه بو کالم. کالم همون قلم خودمون، این قلمه. بونه بو ماسا. حالا میتونیم بگیم بو بیر ماسا، ولی اگه بگیم بو ماسا این میز هست کامل معنی رو میرسونه. بونه اینو ننوشتم، جوابش رو تو کامنت ها برام بنویس. یه راهنمایی هم میکنم که اسم ترکیش دقیقاً شبیه فارسیش هست و البته که چند ثانیه جلوتر جواب رو خودم برات نوشتم، ولی میخوام تلاش کنی. بونه. تصویر بعدی هم خودت باید جواب بدی. بونه. بریم جواباش ببینیم. اولی بود بو تابلو، دقیقاً همون کلمه‌ای که تو فارسی هم داریم. بو ساعت، این هم ساعته. خب اولین کلمه پرسشیمون تیک خورد. نه، پس فهمیدیم برای پرسیدن راجع به اشیا استفاده میشه. حالا همون بو رو میچسبونیم به کیم و راجع به اشخاص سوال میکنیم. چجوری؟ اینجا میگیم بو کیم، یعنی این کیه. حالا میتونه یه عکس یه آدم باشه یا آدمی کنارمون باشه، راجبش سوال بپرسیم. بو کیم؟ مثلا معروف ترین آدم ترکیه بو کیم؟ بو آتاتürk. بو آتاتürk رهبر ترکیه که جمهوری ترکیه رو بنیانگذاری کرد دیگه، همه میشناسیمش. میریم تصویر بعدی. بو کیم؟ حالا فارسیش میشه معلم. بو کیم؟ جواب میشه بو öğretmen. بو öğretmen. بو کیم؟ این رو هم تو باید جواب بدی، تو دلت جواب بده یا برام تو کامنت ها بنویس و البته جلوتر خودمونم باز با هم دیگه جواب رو چک میکنیم. بعدی هم خودت باید جواب بدی. بو کیم؟ اینم اگه جواب دادی بریم که جواب درست رو ببینیم. این دوتا بود. اولی دانش آموز بود، میشه بو öğrenci. بو öğrenci، این یه دانش آموزه یا این دانش آموزه. دومی هم که مسی هست، بو مسی. بو مسی با 2 کلمه حق مطلب ادا میشه. پس جمله پرسشی دوم، کلمه پرسشی دوممونم تیک میخوره. با کیم هم آشنا شدیم، میریم آخری. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی و چیزی یاد گرفتی ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی هم برات بیاد و از منم اینجوری حمایت کرده باشی. مرسی ازت. میریم ادامه میدیم. راجع به مکانها میخوایم سوال کنیم این دفعه. بوراسی نرسی. باز 2 کلمه‌ایه. بوراسی نرسی، اینجا کجاست؟ مثال بزنیم. میگه بوراسی نرسی. حالا منظور کل تصویر هست. من جواب میدم بوراسی استانبول. یا مثلا حالا اگه
تمرکز روی اون به اصطلاح برج گالاتا باشه میتونیم بگیم بوراسی گالاتا کولسی یا بوراسی بوسفور، تنگه بوسفور. حالا ولی کلیت شهر رو من پرسیدم، بوراسی استانبول. بوراسی نرسی این یکی کلاس درسه میشه بوراسی سنف. بوراسی سنف. دوتای بعدی رو خودت باید جواب بدی. بوراسی نرسی. بعدی بوراسی نرسی. اگه جواب دادی بریم چک کنیم. اولی بود بوراسی پاریس. بوراسی پاریس. دومی بوراسی بانکا. بانکا همون بانک خودمون هست ولی باید آی آخرش حتما گفته بشه. تمام. 3 کلمه پرسشی یاد گرفتیم که باهاش میتونیم هزار تا سوال بپرسیم و جواب بدیم. یعنی در اصل 3 سوال بپرسیم و هزاران تا جواب براش پیدا کنیم. تو مسافرت بی نهایت کمک میکنه این کلمات. راحت میتونیم با یه آدمی که اهل ترکیه هست ارتباط بگیری. جایی گم شدی، بوراسی نرسی، میتونی سوال بکنی. یا اشیا رو میخوای بپرسی، حالا اون نه رو اگه یه کادر بهش بچسبونی مثلا قیمت ها رو میتونی بپرسی. خیلی جملات مفیدیه، علیرغم اینکه خیلی کوتاه هست خیلی هم مفیده. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. اگر ویدیو رو دوست داشتی و دوست داری که ویدیوهای بعدی شبیه به این رو باز هم ببینی، کانالمو سابسکرایب کن. مرسی، görüşürüz.